خوش اومدید. من دلشاد فهم هستم. اومدیم یه ویدیو آموزشی جدید اومدیم با ساخت مود بدوارز. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد و حتما لایک و ساب یادتون نشه. کامنت هم بذارید اگر آموزش های دیگه هم میخواهید توی کامنت ها بهم بگید تا اگه تونستم ویدیوش هم میذارم. لطفا لایک و ساب فراموش نشه. لطفا لایک کنید، ساب کنید و بریم سراغ ویدیو. ما به این برنامه احتیاج داریم. به این برنامه ادونسه و بعضی میتونید مایکت هم دانلودش کنید، ولی مثلا از گوگل پلی دانلود کنید، چون از مایکت بخواید دانلود کنید یکم سخت میشه کارا و بعضی وقتا نمیگیره و گوگل پلی قشنگ میاره. وارد برنامه میشید و حتما باید نتتون هم روشن باشه. و اینجا خود چند تا مپ آورده، مثلا این نمیدونم چی کیک وارزه که باید از کیکتون محافظت کنید و که این پایین هم عکساشه، بعد از کیک خودتون محافظت کنید و این جدیده و خودم نریختم و الان میزنم. و اینکه خب شما میدیم بالا این پایین، به این علامت میزنید، به این علامت میزنید این پایین و این چیزه همین نوشته ذره بینه این پایین نمیدونم نشونش بدم و اینجا سرچ میزنید میشه بی بزرگ ب ای کوچیک دی دبلیو ای آر اس. بعد سرچ رو میزنید و اینجا خیلی مپ های زیادی میاره و شما میتونید بین این مپ ها یک مپی رو انتخاب کنید، ولی به نظر من این مپ اولیه، این مپ خیلی خوبه. من نشونش نمیدم با این مپ هم باحال خوبه و بعضی وقتا مثلا اینو میاره. منم بعضی وقتا فکر میکنم این مود بدوارزه، ولی نه، این برای بهتر شدن کیفیت مود بدوارزه. مثلا اینو بریزی مود مثلا میره تو بازی این شکلی میشه و اینا هم همینطور. و اینم خیلی مپ خوبیه و همیشه هم این مپ میاد. این مپ همیشه هم میاد و خیلی خوبه مپش، منظور من خوبه. اینم من خودم بازی نکردم تا حالا، ولی 2 نفره نمیشه تا اونجایی که من میدونم. احساس میکنم باید حداقل 4-3 نفر باشیم، حالا نمیدونم، ولی این مپ هم هست. و این یه نکته داره توش، ویلیجر نداره. میریم از این باکس این گوشه، این وسط، این گوشه، کلا 4 تا باکس داره که من خودم با داداشم یه بار رفتم بازی کردم و داداشم نمیدونه. اینجا یه سری چستای نامریه که اگه تو مود کامپیوتر باشی یا یه دونه یه به علاوه این وسط باشه میفهمید کجا هست. و آره دیگه خیلی از این مپ ها هستن که میتونه امتحانش کنه، ولی به نظر من که این از همشون بهتره، چون وسایل خود بدوارز هم داره و شما میایید این کلیک رو میزنید و اینطوری بعدش اینو میزنید توصیه، بعدش وارد بدوارزتون میشید. وای میسیم بیاد. خب ما آمدیم، الان همین بالا بهمون نشون داد که مپمون ریخت. بعدش پلی رو میزنیم. ما این مود رو ریختم و این اولی است اگه اشتباه نکنم. البته مال من فکر کنم ستینگ مال من اومده.
ستینگ. خب نه، از وقتی که اینطوری بشه ما میایم اینا رو میزنیم، همینطوری میریم و میایم این پایین بعضی وقتا میاد بازمون که مثل اینکه مال من نیومده، ولی یه حسی بهم میگه اگه بیاد این بیرون، یه حسی میگه همین اولی است، ولی این اومده دیگه. این مپه میاد، عکس این مپ میاد که شما میرید توش و حتما باید 2 نفر باشید تا بازی شروع کنید. و ممنون که ویدیو رو تا آخرش تماشا کردید. لایک و ساب فراموش نشه، لطفا سابمون کنید. یه دونه حساب بیشتر نداریم. خیلی ممنون و تشکر از دوستانی که این ویدیو رو تماشا کردن. و مثل اینکه بعضی از شما که ویدیو رو میبینید من حساب ندارید و من خیلی از ویدیو رو میذارم و لطفا ساب و لایک فراموش نشه. اگرم دلتون خواست آموزش دیگه ای بذارم حتما تو کامنت بهم بگید و روز خوبی داشته باشید و خسته نباشید. ممنون از این تماشای ویدیو. لایک و ساب فراموش نشه، زنگوله اون بغلم بزنید و تا ویدیوی بعد بدرود.